حکومت طالبان در افغانستان قانون نوی را درباره طلاق قبول کرد که آشکارا به ازدواج با کودکان اجازه می‌دهد، چیزی که در گذشته این کشور نیز وجود داشته است. ولی این نوبت قانون نو راههای جدایی و طلاق را از نظر شریعتی طالبان مقرر می‌کند و نگرانی را در جامعه افغانستان برانگیخت. رادیو آزادی این موضوع را تحقیق کرد و پیش از برنامه از همکارم طاهر سفر اول درباره جزئیات قانون پرسیدم. ازدواج با کودکان در افغانستان همیشه یک کاری معمولی بوده است، اما گروه‌های حامی حقوق میگویند که این ظهورات پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بیشتر دامن پهن کرده است. روز 14 می طالبان قانون نوی طلاق را صادر کردند که بار اول به طور غیر مستقیم اجازت ازدواج کودکان را در افغانستان نشان داده است. قانون که درباره جدایی قضایی همسران نام دارد، شرایط طلاق را در دادگاه‌ها معین می‌کند. در بند پنجم این قانون با اشاره به ازدواج‌های خویش و تباری آمده است: با رسیدن به سن بلاغت نابالغ حق دارد از این ازدواج دست کشد. تا آن زمان دختر حق طلاق خواستن را ندارد. قانون همچنین فرموده است که اگر دختر با رسیدن به سن بلاغت به طور رسمی به ازدواج خود اعتراض نکند، خاموشی او رضایت معنی داد می شود. و گفته طبیبان سن معمولی آغاز بلاغت دختران بین 8 تا 13 سالگی است. علمای اسلام در مورد سن بلاغت دیدگاه‌های مختلف دارند و از این مکتب‌های فقهی آن را از 15 تا 18 سالگی می‌دانند، ولی در متن‌های پیشین 9 سالگی را هم از زمان بلاغت دختر حساب کردند. در قانون آمده است دختری که با مردی نامهربان یا بدنام ازدواج کرده است حق دارد با رسیدن به سن بلاغت از طریق دادگاه از این ازدواج ناخواسته‌اش دست بکشد. اما اگر شوهرش از طلاق دادن او خودداری کند و دختر نتواند برای اثبات دعوای خود شاهدان را به دادگاه بیارد، قانون به دادگاه دستور داده است که گپ شوهر را قبول کند. دفتر سازمان ملل در افغانستان این قانون طالبان را تنقید کرد و آن را قدم دیگر در راه محدود کردن حقوق زنان و دختران در این کشور خواند. سوال دیگر به همکارم این بود که تا کجا این قانون به زنان در افغانستان که حالا از حقوق زیاد محروم هستند امکان می‌دهد مثلا خودشان از شوهری بدرفتاره جدا شوند؟ فعالان حقوق زن و بسیاری از زنان افغانستان که ازدواج‌های برمحل را تجربه کردند میگویند هرچند قانون‌های شریعت در افغانستان در نظریه به زنان حق طلاق را می‌دهند، اما در عمل این روند کند و سیرخرج بوده، ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد. در افغانستان محافظه‌کار و فقیر بسیاری‌ها بر این نظرند که برای یک دختر و یک کودک رفتن به دادگاه و راضی کردن شاهدان برای شهادت دادن به ضد شوهر قریب غیر امکان است. والدین اکثر وقت برای به شوهر دادن دختران خردسال خود خشاقی، قرضداری و ناامنی را بهانه‌های اساسی می‌آورند. یک ساکن ناحیه زندجان ولایت هرات که نخواست نامش فاش شود گفت پس از آن که دختر 15 سالش را در سال 2025 به شوهر داد، شب‌ها از نگرانی و عذاب وجدان رنج می‌کشد. این مرد در تلاش برای درست خواندن قرار دشوار خود گفت این یگانه راه نجات دختر و عائله‌اش از فشارهای افزاینده اجتماعی و مالی بود. طلاق یک ننگ اجتماعی در افغانستان به شمار می‌رود و اکثر وقت باعث بدنامی یک عمره زنی طلاق گرفته و خانواده او می‌گردد. مثلا سنا، یک زنی که در طفلیش او را به شوهر دادند ولی بعداً باز جدا شده است، بر رادیو آزادی گفت در چشم جامعه یک زنی طلاق شده بود که در ارتش خدمت می‌کرد. این در ذهن مردم به معنای زنی بد اخلاق بود. طالبان که سال 2021 به قدرت برگشتند تاکنون اجازه نمیدهند دختران از چنین فیشش بالا تحصیل کنند. محدودیت‌های زیادی را هم بر زندگی زنان از جمله در بخش کار، سفر و روابط و مکان‌های عمومی جاری کردند. تشکر از همکارم طاهر سفر که درباره قانون نو درباره طلاق که اخیراً از طرف حکومت طالبان افغانستان قبول شده است تفصیلات داد.